سلام بچه، این منم که صندلی عقب نشستم. روز جمعه بود و تصمیم گرفتیم با خانواده برای صبحانه بریم بیرون. اینجا رسیدیم به نهار خوران و درختای زیباش. خدایش خیلی زیبا، خیلی. اینجا تصمیم گرفتم یکم بدوم، ولی مامانم میگفت که باید راه برم، ولی من حرف گوش نمیدادم و همینطور میدویدم. رفتم تا اینکه برخوردم به اینجا. گفتم که چرا که نه، رفتم بالا و رفتم، ولی دیگه برگشتم چون حوصله نداشتم این همه برم. دلم خواست زودتر برم و به راه هم ادامه بدم. برگشتم و رفتم نشستم روی این صندلی زیبا که البته یکم خراب شده بود. سردم شده بود چون واقعا صندلی هم سرد بود. برگشتم به راه هم ادامه دادم. رفتم و دویدم بازم. اینجا تصمیم گرفته بودن قالم بذارم ولی من نذاشتم. رفتم سوار ماشین شدم و رسیدیم. اینم هتل جهانگردی نهار خوران. خیلی حیاط قشنگی داشت، خیلی دوستش دارم، خیلی قشنگ بود. و اینم که از غذای ما که من خوراک لوبیا فقط برداشتم با نون سنگک که من عاشق این نونم. اینجا هم که داشتیم برمیگشتیم من تصمیم گرفتم از پلا برم بالا. آره، رفتم بالا و دیگه پاهم درد گرفته بود چون پلاش زیاد بود و برگشتم پایین. آره، اومدیم پایین و بعدم رفتیم خونه. اینم بود از یه روز جمعه زیبا که ما گذروندیم. خداحافظ.